درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید. امروز قصد داریم که در برنامه پشت پرده چند تا موضوع راجع به افشاگری بکنیم. موضوع اول محل جلسه شورای رهبری هستش که این سه نفر اژه‌ای، پزشکیان و عرافی، حالا کجا پیدا شده، اومدن و شورای رهبری رو تشکیل دادن و دور همدیگه قراره که رهبر جدید رو مشخص بکنن. خود این سه نفر قاچاقی زندن. بعد دارن جلسه بگم برای بعدی. اونجوری که ترامپ در سخنرانی‌های خودش در طول این چند روز گذشته صحبت کرده، گفته که آقا ما کلاً قراره که این رژیم آخوندی رو یه کاری کنیم برن. و دقیقا همون اتفاقی که سر حزب الله لبنان افتاد و هر کی بعد از حسن نصرالله اومد اونا زدن، مطمئن باشید که هر کسی بعد از خامنه ای هم بیاد میزنن. و حتی 3 بار در سخنرانی چند روز گذشتهش این قضیه رو تکرار کرد که گفت از تمام نیروهای انتظامی و امنیتی و خلاصه سرکوب ایران میخوام که آقا سلاحشون رو زمین بذارن و به مردم بپیوندن، وگرنه میزنیمشون. در طول این 24 ساعت گذشتم دیدیم دیگه تمام مراکز امنیتی و نظامی رو زد. حالا راجع به اون صحبت خواهیم کرد، اما برسیم به این محل جلسه که یهو این سه نفر یه عکس اومد ازشون بیرون و اومدن و گفتن که ما جلسه شورای رهبری رو تشکیل میدیم. اول یه نکته بگم، این عکسی که من میخوام تحلیل و آنالیز بکنم قبل از من موساد و CIA و سایر رسانه ها تحلیل و آنالیز کردن. فردا نبینید که آی محل جلسه رو این لو داد و چینا چنانا. اونا دقیقا حتی از محل اخفاء خامنه ای هم خبر داشتن، از تکنیکی استفاده میکردن و از ماهواره‌ای استفاده میکردن که حتی محل توالت رفتن خامنه ای رو هم میدونستن. یه گزارشی چند روز پیش تلویزیون آلمان پخش کرده گفت که انقدر از تکنولوژی جدید استفاده کردن که میدونستن که خامنه ای چه ساعتی میره توالت میاد با اون سیستمی که توی ماهواره داشتن. حالا اینو اگه ما گفتیم ما نگه وای نمیدونم اومد آدرس لو داده چه، چون این لوکیشن یک لوکیشن خاصه برای قبلش میگم که بعد که افشاگری کردم یه عده ارزشی خودشونو پاره نکنن. محل جلسه طبق شواهد و تحلیل و آنالیز ها زیرزمین بیمارستان آرمانه. یعنی بیمارستان و بیمارها رو سپر انسانی قرار دادن که اگر یه زمانی اومدن به محل جلسه اینها حمله کردن بگن آی مردم ببینید حمله کردن به بیمارستان، در هیچ کجای جهان در هیچ جنگی حمله پوفیوزا شما بیمارستان کردید سپر انسانی. شما که این همه آدم رو کشید به یه ورتون نبود، معلومه که از بیمارستان هم استفاده میکنید. عکس ها رو ببینید، این چند تا عکس هستش که حالا یه مقداری تحلیل آنالیز میکنیم. حتی مثلا اینجا وسیله‌ای که این گوشه هستش یا عکسایی که هست. حالا این عکس خیلی واضح تره، من اگر فریم به فریم این عکس رو براتون تحلیل آنالیز کنم متوجه. حتی فرشی که اینها این زیر انداختن این گوشه، میبینید قشنگ نامتقارن، خیلی معلومه تون این کار رو انجام دادن. البته استفاده از فرش هم کاملا منطقیه. احتمال زیاد این جلسه فیلم برداری خواهد شد و اگر شما فرش روی زمین نندازید، حالا یه قسمت شیک بودن قضیه است. نکته دوم آکوستیک بودنه، یعنی صدا نمیچرخه. من الانم تو استودیو خودم که برنامه ضبط میکنم کف استودیوم فرش همی الان، به خاطر اینکه وقتی حرف میزنم با شما صدا، چون این سیستم استودیو آکوستیک کف ممکنه صدا رو برگردونه، کف و فرش میذارم که صدا اکو نشه. دیدید وقتی مثلا میرید توی فضای دربسته توی یک کف میزنید صدا میچرخه، یا توی سالن یا یه خونه ای میرید که هیچ وسیله‌ای توش نیست صدا اکو میشه. این فرش رو انداختن که صدا اکو بشه، اکو صدا گرفته بشه. و نکته بعدی این هستش که حالا تمام چیزش میبرد. اول به اون تابلو بالا ببینید، توی جلسات دیپلماتیک یا جلسات به این مهمی به ریزترین چیزها هم دقت میشه توسط اون آدم ها. کاملا مشخصه که این تابلوهایی که اینجا هست رو به سرعت زدن، نامتقارنه. یعنی فاصله ای که بین عکس خامنه ای هست با عکس خمینی کاملا
نامتقارنه، یعنی تنظیم نیستش. این خیلی مهمه تو اصول زیبا شناسی و اصول تصویری، مخصوصا شورای رهبری. دیگه از این بالاتر ما نداریم. مثل یه فیلمی بود خامنه‌ای رفت تو خونه طرف، بعد رو مبلش پلاستیک کشید بود، بعد یه نفر بهش گفت سلطان قرار بوده کی بیاد خونت که مثلا پلاستیکا رو برداری توی ارزشی. یه اینجا قرار بوده مثلا چی اتفاقی بیفته که اینا نباید رعایت بشه. بعد کاملا مشخصه که این تابلوها رو جدید زدن بالای سرامیک زدنش، وگرنه اگه جایی بود که از قبل بود قشنگ دریل میزدن سر تمیز و چیزای مختلف. حالا اینم عکسای دیگه. به کاشی های روی دیوار اگر دقت بکنید، این از محدود عکسایی هستش که اومده بیرون. یکی از پیجا که زحمت نورپردازی کشیده گفته که نورپردازی داخل و نمای بیمارستان بین‌المللی آرمان تهران خیابان سئول و چیزای دیگه. قشنگ به این کاشی‌ها اگر دقت بکنید کاملا مشخصه که این کاشی‌ها با این کاشی‌ها برابره. اون کسایی که تو بیمارستان آرمان بودن و جای مختلف بودن میگفتن اینجا زیرزمین یا به اصطلاح یکی از سردخونه های بیمارستان آرمان بوده. حالا سردخونه بوده یا جای دیگه بوده معلوم نیست، ولی کاملا مشخصه از رنگ کاشیایی که وجود داره. این هم نمای بیرونی بیمارستان آرمان. اما یه تحلیل و آنالیز جالب رو یه سری دوستان در توییتر انجام داده بودن که زحمتش کشیدن و ما این تحلیل و آنالیزها رو با هم دیگه نگاه میکنیم. اگر ببینید این عکس بالاتر، ببینید فاصله اگر نشستن ایشون رو 1.40 متر در نظر بگیریم، اینجا رو هم میتونیم یک ارتفاع تقریباً 40 سانتی بهش بدیم با عدد رقم ریاضی. اگه قد این خانوم رو به صورت میانگین 1.60 در نظر بگیریم، ارتفاع میتونه چیزی تقریبا نزدیک به 1.80 متر باشه و یا چیزی نزدیک به 2 متر و ارتفاع و عرض رو هم همینطوره. عرض رو هم ما میتونیم یک فاصله 4 متری براش قرار بدیم که نشون میده که ارتفاع سقف این بیمارستان با ارتفاع سقفی که اینجا وجود داره تقریبا با هم دیگه برابره. نگاه کنید چون این نوک این پرچمه هم اینجا زده بیرون و نشون میده که ارتفاع سقف بالا هستش و کاملا این دیتا ها به ما میتونه نشون بده که محل جلسات این افراد اینجا بوده. این قسمت اصلا مشخصه دیگه، احتمالاً یه دستگاه اکسیژن بوده یا چیز دیگه، گیره اکسیژنی بوده که این گوشه بوده و کندنش و از دیوارها مشخصه که اینجا قبلا ازش استفاده می شده. و این هم یک عکس دیگه. برگردیم به این عکس اصلی و حتی اینجا این میزی که برداشتن آوردن خیلی هول یه میز برداشتن آوردن. حالا چای مایی روش نمیزنن چون مارمزونه و طبیعتا اونجا چیزی نمیذارن بخورن و دور هم دیگه نشستن و دارن شورای رهبری رو تشکیل میدن. نکته ای که خیلی مهمه و باید بهش اشاره کرد اینه که اومدن حالا بیمارستان رو سپر انسان قرار، بیمارستان گاندی و بیمارستان خاتم الانبیا رو هم برای جلسات بعدی از الان رزرو کردن و فکر می‌کنم که براشون بهترین جا و امن‌ترین جا هم همون بیمارستانه دیگه. یعنی کسی جرئت نمیکنه بهشون حمله بکنه. بعضی از این بیمارستان‌ها آسانسور خصوصی و اختصاصی داره که به یه سری اتاقا دسترسی داره از پارکینگ. خیلی راحت با ماشینای مثلا شیشه دودی و چیزهای مختلف میان توی پارکینگ از درهای مخصوص وارد اتاق‌های مختلف بیمارستان‌ها میشن. پس نتیجه میگیریم که براشون بیمارستان‌ها امن‌ترین جای و اونجا رو برای خودشون انتخاب کردن. درست همین الگو هم ما در فلسطین داشتیم و در لبنان داشتیم که بسیاری از سنگرهاشون، محل خوابهاشون و محل جای مختلفشون رو درست زیر بیمارستان ها می ساختن. یعنی اول می اومدن یه شهرک کوچیک زیر زمین می ساختن، بعد روش تصویب می کردن یه دونه بیمارستان می ساختن. بیمارستان هم معمولا حالا تو این بیمارستان خب دید دیگه نیروهای نیابتی خودشون رو برمی‌دارن و اونجا اصطلاحاً نگه دارن. اما مطمئن باشید که ترامپ و آمریکا و اسرائیل و جاسوساشون از من و شما زرنگ‌ترن. یعنی فردا نه آی دارن لو میدن برن الان یه مش بیگناه رو بزنن، مطمئن باشید یه جای میزننشون که کسی نفهمه.
و از اون طرف ترامپ هم گفته نیروهای نظامی امنیت. تحلیل خود من اینه که آمریکا و اسرائیل دسته‌بندی کردن. اسرائیل پدافندها رو میزنه، یعنی لانچرهای موشکی رو میزنه، پایگاه‌ها رو میزنه، اصطلاحاً اون کارهایی که مسئولیت حملات هوایی رو دارن، پایگاه پهپادی، موشکی، سوختی رو میزنه. آمریکا هم مسئولیت زدن پایگاه سرکوب رو احتمالاً بر عهده گرفته، مثل قرارگاه سارالله، قرارگاه‌های سپاه، قرارگاه‌های بسیج، نیروی انتظامی و جدیداً هم داره به صدا و سیمای شهرهای مختلف هم حمله میکنه که بنگاه دروغ پراکنی رسانه‌ها برای ماستمالی کردن و دروغ پراکنی‌های اونها هستش. رهبرشون فوت کرد با 20 ساعت تأخیر گفتن، یعنی خودشون فوت رهبر خودشون رو با تأخیر اعلام کردن. شما فکر کنید تو بقیه چیزا، یعنی رهبر خودشون هم خودشون سانسور کردن، پشماشون ریخته بود. هنوز یه سری از فرماندهای انتظامی که حالا اسمش قاچاقی زندانی داشتن مردن رو اعلام نکردن، به خاطر اینکه بگن تضعیف روحیه مسلمین. حالا ما کاری نداریم سیستم آخوندی نشه، خیلی از آدمایی که قابل توجه دوستان مسلمونن، اعتقادات اسلامی دارن، از اون سیستم هم خوششون نمیاد. خواهشاً اینها رو جدا کنید از اون سیستم آخوندی. به هر حال اسوری آدم‌ها اصلا اعتقاد دارن، بعد به اعتقاد این آدما احترام گذاشت، نه بعد همه تخم مرغ رو توی سبد گذاشت، تر و خشک رو با هم سوزوند. خیلی اصلا نمازشون رو میگیرن، روزشون رو میگیرن، اعتقادات خاص خودشون رو دارن. از این آخوندها هم به معنای واقعی کلمه متنفرن، حالشون به هم میخوره از این آخوند. اما نمیشه بگیم آقا فوش بدیم به اعتقادات مذهبی اونها، فوش بدیم، اینو بعد بذاریم کنار. ترامپ هم داره همین کارو میکنه، تمام نیروهای سرکوبو میزنه، به مردم میگه آقا تشریف تو خیابون‌ها انقلاب بکنید. اگه یه نیروی سرکوبی اومد مثل رادان که الان اومده صحبت کرد، شما مطمئن باشید رادان رو در این روزها خواهد زد به خاطر تهدید کردن مردم. اگر بیاد یه نیروی انتظامی و امنیتی یا نیروی سرکوبی بیاد مردم رو سرکوب کنه تو خیابون‌ها، اون نیرو رو هم خواهد زد. دوباره مردم اگه برن تو خیابون‌ها اعتراض بکنن، یه نیروی بسیجی بیاد، سپاه بیاد، نمیدونم فلانجا بیاد، دوباره بخواد بیاد تو خیابون اعتراض بکنه، اون رو هم خواهد زد. اینقدر میزنه که نفت در بیاد و مردم آزاد باشن که هیچ کدومشون جرأت نکنن بیان تو خیابون و به سمت مردم اسلحه بکشن و مردم رو بکشن. بعدش که این اتفاق افتاد میگه خب حالا انتخابات آزاد و رفراندوم انجام بدید، ببینیم داستان از چه قراره. این نقشه هستش که در حال حاضر ترامپ و اسرائیل برای ایران کشیده. خودش هم اون بالا مدیریت خواهد کرد، مگر اینکه اینا بیان میگن آقا دو دستی تقدیمت میکنیم و این صحبت‌ها رو نکنید. الان دیگه پایگاه نظامی اطراف ایران رو زده و این تصمیمات که به 15 تا پایگاه نظامی، به 15 تا مثلا کشور مختلف حمله کرده ایران، اینها تصمیمات قالیبافیه. قبلا هم توی ویدیو گفته بودم که خامنه‌ای تصمیمات حمله رو بعد از ترور خودش به قالیباف سپرده بود. برخلاف تصور همه که میگفتن لاریجانیه یا کسای دیگه، قالیباف یکی از آدم‌های پرنفوذه و اونه که به سیستم گازنبوری و بزن و بکوب و اینها اعتقاد داره و اونه که داره فرمان حمله رو میده. به عربستان داد، به قبرس مستعمره انگلیس و بریتانیاست حمله کرد و در طول تاریخ، در طول این 100 سال گذشته سابقه نداشته یک کشوری به یک کشوری که مستعمره انگلیس بوده یا تو اتحادیه اروپا بوده یا عضو ناتو بوده حمله بکنه. ایران فقط 2 کشور رو تو منطقه نزده، اولی ترکیه بوده و دومی هم عمان بوده، کبوتر نامبر. فقط به این 2 تا کشور، چون این 2 تا کشور باهاش همراه بودن، داداچی بودن، نه داداچی. مردم تو ایران اعتراض کردن، لب مرز بازرگان میرفتن عراق، میرفتن ترکیه، از عراق میرفتن ترکیه یا از خود ایران میرفتن ترکیه. اگه ترکیه متوجه میشد که اینها ملیت ایرانی دارن، موبایلشون رو میگشت، اگر فیلم و عکس از اعتراضات داشتن داشت و بازجوییشون میکرد. بعد شما پولتون رو وردارید برید توی آنتالیا و کشور مختلف ترکیه، شهر مختلف ترکیه خرج اینا بکنید که اینا همون پولو بگیرن و پولم از این آخوندها بگیرن و مردم ایران رو سرکوب بکنن. عمان هم که خودش رو بی‌طرف دیده، به خاطر اینکه عمان داره سود میبره از آخوندها. قبلا توی ویدیو گفته بودم سودهایی که عمان از جمهوری اسلامی میبره از هیچ کشور دیگه نمیبره. تمام شرکت‌های سوری برای دور زدن تحریم‌ها توی عمانه. تمام آقازاده‌ها اونجا توی عمان شرکت دارن، از بنادر این کشور دارن استفاده میکنن. معلومه راستی‌ها و بسیاری از پول‌هایی که داره پولای نفت جابجا میشه، عمان داره صرافیشون میکنه. یه عده‌شون هم توی دبی هست، تو اماراتن.
و بیشتریاش توی عمانن. معلومه الان عمان میگه داداچی ایران، معلومه ترکیه میگه داداچی ایران. این وضعیتش که الان اتفاق افتاده. عربستان هم خط نشین کشیده. مطمئن باشید که از عربستان به ائتلاف امریکا و اسرائیل خواهد پیوست و اگر این اتفاق بیفته و عربستان پول خودش رو وارد بکنه، بقیه کشورها هم پشت دست عربستان چون پولدار بازی میکنن. آلمان، انگلیس، ایتالیا و فرانسه مطمئن باشید اونها هم به ائتلاف این کشورها خواهند پیوست و اونجاست که دیگه نیروهای امنیتی و نظامی و سرکوب ایران حرفی برای گفتن نخواهند و دارن چپ و راست هم میزنن. خیلی مخلصیم. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک